قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغد عالما او متعلما او مستعما او محبا فلا تكون خامسا فتح لك. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث گوهربارش میفرماید که اغد عالما، شما سحر شید عالم شید، او متعلما یا که معلم شید. العالم والمعلم شریکان فی الخیر، یکی عالم یکی معلم شریکن در خیر. لا خیر فی الناس، در دیگه مردم خیر نیست، فقط عالم در خیر، معلم در. این دو کس میگه شریکن در خیر. میگه صبح شید عالم شید، اگر عالم نشیدی او متعلما یا که معلم شید. معلم چیه؟ نصیحت. یک کس بگو بچه‌م نمازو که بخون، برادر دزدی نکه، حرامی نکه، زنا نکه. خواهر یک کس بچه‌ش بعد نگاه کنه که همون خواهری ترا هم خیلی نگاه میکنن. زن یک کس بچه‌ش بعد نگاه نکنه که زن تا نگاه میکنن. مزن بدر یک کس با انگوش که میزند بدر. این چی میگن؟ نصیحت، معلم. لا خیر فی الناس، در دیگه مردم خیر نیست. میگه یا عالم شه معلم. اگر عالم و معلم نشدی او مستمعا بشنوین رنگ شما بشید نرمی مجلس عالمو گوش که عالمو چی میگن، یا اهل علم دیدی گم نزد گوش که چی میگن. چهارم گروه، اگر عالم نشدی معلم نشدی گوش نکردی نخورید امر معروف او محبا، همین قدر شکل دوست بدارم عالمو را گنده نبین، دوستشون بدار. ای چهار گروه شدی فایده کردی نجات یافتی، عالم معلم گوش مستمع شنونده بعد دوست داشتن. بعد میگه فلا تکون خامسا فتح لك، از پنجم گروه نشه که حلال میشه. پنجم گروه حیوانات. عالم نشدی معلم نشدی گوش نکردی عالم دوست نداشتی، همین چهار گروه نشدی دیگه پنجم گروه چی میشه؟ شما دیگه ایمانتون ضعیف میشه، یعنی حیوان میشه. شما کوشش کنین که در هر کجایی شده عالم دوست بداره. میگه عالم فضیلتش ای عابد چیه؟ فضل العالم علی العابد، فضیلت یک عالم ای تمام عابد و نمازگزارا ای عامیو کفضل الرحمن علی سائر المخلوق، مانند رحمان بر تمام یعنی مخلوق چه پروردگار همه بالای کو عالم فضیلتش بر عابدو انمی فضیلت داره. کسی قرآن میدونه قرآن میخونه فضل القرآن علی سائر الکلام، فضیلت قرآن، فضیلت یک آیت قرآن از تمام سخنهای دنیوی، از تمام سخنها و کلامها یک آیت قرآن چقدر فضیلت داره. کفضل میگه قمر علی سائر الکواکب، مانندی که یک محتاب بر تمام ستاره، چقدر کالون محتاب همه ستاره در روشنایش چیه؟ همین یک آیت قرآن خواندن از تمام. برای همین میگه که گل به گل و گل به گلستان مزه دارد، از کار دنیا مال دنیا خواندن قرآن مزه دارد. قرآن بخونین، شو سوره واقعه، سوره تبارک، سوره یاسین، سوره آل عمران آخرش، بقره آخرش، این فضیلتاش میگم. من شما را کوتاه بگم، کسی سوره بقره را آخرش ای لله ما فی السماوات و فی الارض ان تبدوا ما فی انفسکم تا آخرش بخونه، فضیلتش میگه گویا کسی که روز تا سر عبادت کرده، این 30 سکون نمیره و همین آیات خوندن. یک فضیلت چه فهمیدی؟ گویا تو سر چکو کردگه در قیام الله عبادت کردگه. دوم میگه فضیلت سوره واقعه، هر وقتی که سوره واقعه را شب خوندی خورفتی هیچ وقت کم بغل نمیشه، هیچ وقت محتاج نجدت نمیکنی هیچ کده، همه جدا رست خدای تعالی در گیجوی باشه رست میته. چرا تو سوره واقعه را چکو کرده؟ خونده. سوم سوره ملک، هر کسی سوره تبارک میخونه هیچ وقت عذاب قبر به اون نمیشه. هر کسی سوره آل عمران آخرش میخونه خداوند تبارک و تعالی در چهرهش نور عطا میکنه، نورانی میشه. سوره علم نشر کسی شب بخونه ارواح رسول الله شاد میشه. سوره لیلوف بخونه دعاش قبول میشه. هر کسی پیش یا رئیس یا حاکم بودره سوره تبت بخونه همون آدم نرم میشه، قطعش شروع گام میزنه. هر یک سوره با خودش یک فضیلتی خاص داره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه اقرأوا یاسین علی موتاکم، یاسین بر چیزاتو با مرداتو بخونید. کسی یاسین میخونه ثوابش بر مرداش برسونه چی میشه؟ یا میگه من قرأ یاسین فی اللیلة اصبح له غفر له، هر کسی شب یاسین میخونه خواب میره صبح بلند میشه و خوابش بخشیده شده. خیلی فضیلت را کی داده؟ خداوند کریم پروردگار ما و شما را عامل بعد صبح گردونه. خداوند کریم پروردگار با قیمت عمومی ما را خدمتگار دین است. خداوند کریم همین قال الله و قال رسول از زبان ما نگی، ما را در دین اسلام کسانی که بخیلی میکنن، حسد میکنن، دشمنی میکنن، میخوان که همین قال الله و قال رسول ما بگیرن و زبان ما را بند کنن. خداوند کریم هدایت چون اگر قابل هدایت نبودن نقشه هاشون بر علیه خودشون